سلام، طاهری سفر هستم با اخبار امروز جمعه 16 اکتبر. رهبران کشورهای مشترک المنافع در شهرک بورابای در قزاقستان به موافقه رسیدند که در صورت ضرورت مرز تاجیکستان با افغانستان را همراه پاسبانی کنند. در نشست سران کشورهای عضو از جمله سازشنامه همکاری نظامی تا سال 2020 امضا شد که یکی از بندهای آن با گفته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تشکیل گروه‌های مشترک برای محافظت مرز تاجیکستان با افغانستان را در نظر دارد. ولادیمیر پوتین در نشست خبری در بورابای گفت یک هدف اساسی توندگرایان اسلامی در افغانستان راه یافتن به آسیای مرکزی است. این زمان مقامات تاجیکستان احتمال بازگشت مرزبانان روسیه برای پاسبانی مرز تاجیکستان با افغانستان را رد کردند. در وزارت دفاع و کمیته امنیت ملی تاجیکستان روز 16 اکتبر به رادیو آزادی گفتند ممکن است سربازان روس در چارچوب سازشنامه‌های سازمان پیمان امنیتی دست جمعی برای مستحکم کردن محافظت سرحدی تاجیکستان با افغانستان کمک کنند. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که سرعت اخراج نیروهای کشورش از افغانستان سست‌تر کرده می شود و 5500 سرباز آمریکایی بعد سال 2016 هم در افغانستان می مانند. باراک اوباما در این باره روز 15 اکتبر در کاخ سفید سخن گفت. بر طبق برنامه 9800 سرباز آمریکا تا آخر سال 2016 در افغانستان می مانند و از سال 2017 تعداد آنها تا 5500 نفر کم کرده می شود. باراک اوباما قصد داشت تمام نیروهای کشورش را بغیر از گروه خرد سربازان در سفارت آمریکا در کابل تا ماه ینوری سال 2017 از افغانستان خارج کند. بعد از گرفتن مسئولیت تامین امنیت در افغانستان در سال 2014 نیروهای افغان به مشکلی از عهده این کار می‌برند و اشغال 3 روزه شهر کندوز از طرف طالبان را یکی از علامت‌های ضعف ارتش افغانستان خواندند. نمایندگان مؤسسه کشاورزی سازمان ملل میگویند با وجود بهتر شدن وضع عرصه کشاورزی تاجیکستان مشکلات در این ساحه به خصوص در ساحه حفظ و کارکرد میوه و سبزیجات بسیار زیاد است. در تاجیکستان خواجگی‌های دهقانی مجبورند محصولات خود را زود و ارزان بفروشند چون امکان کارکرد و نگهداری حاصل زراعتی خود را ندارند. در تاجیکستان این زمان کشاورزی 27% تولیدات ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد و تقریباً 60% نیروی کاری تاجیکستان در این ساحه کار می‌کنند. زلیخا محمدشاه و آوازخوان شناخته تاجیک از رفتار یک افسر بلندرتبه سابق وزارت امور داخلی بر رمضان رحیم‌زاده رهبر فعلی وزارت شکایت برده است. زلیخا روز 15 اکتبر بر رادیو آزادی گفت محمد میرزایف سردار سابق ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت ماه اوگوست را به جشن خانوادگی دعوت کرده و $1800 حق او و نوازندگان را نداده است. گذشته از این به گفته زلیخا محمدشاه و افسری سابق میرسه با او تهدید و زوری کرده گفته است که شکایتش به جای نمی رسد. مقصد من از نوشتن همین اظهارات همین است که با وزارت کارهای داخلی من همچون یک صنعتکار از حقوق خودم حمایت کنم. اما محمد میرزایف به رادیو آزادی گفت بنابر رعایت نکردن قرارداد و درست هنرنمایی نکردن زلیخا در توی پسرش پول آوازخوان را نپرداخت. مراجعه آوازخوان‌های تاجیک از طریق مطبوعات به رهبران وزارت‌ها احیانا صورت می‌گیرد. در تاجیکستان روزهای فرهنگی جمهوری بلاروس روز 15 اکتبر را شروع شد و تا 3 روز دیگر ادامه می‌کند. در این روزها هنرمندان بلاروس ساکنان دوشنبه را با فرهنگ و هنر ملت خود آشنا می‌کنند. قبل از افتتاح این روزها شمس‌الدین آرومبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان با رهبر هیئت و معاون وزیر فرهنگ بلاروس واسیلی چرنیک ملاقات کرد. در روزهای فرهنگی کنسرت و نمایش فیلم‌های بلاروسی که بازگوی تاریخ این کشورند نمایش داده می شود. روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در بلاروس سال 2016 به نقشه گرفته شده است و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم ضمیمه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.